شاهیده قلندرова امسال در دو مسابقه نوروزی شرکت ورزیده در رقابت با پسران غالب آمد و با مهارت بلند گوشتگیریش توسط شبکه‌های اجتماعی شهرتمند گشت. راهی این دخترک دهاتی تاجیک به ورزش کلان از میدان‌های خرد و سبقت‌ها در طی مراسم‌های نوروزی آغاز شده است. حریفان او در این سبقت‌ها همیشه پسران بودند. در دو میدان برآمد کردم. در یکتاش در ناحیه عبدالرحمن جامی برگزار گردید. در آنجا 4 پسر را مغلوب کردم و دویمش در ناحیه تیمور ملکی برگزار گردید. در آنجا یک دختر و یک پسر را مغلوب کرده سزاوار بسیار مکافات ها گردیدم. در جامعه سنتی تاجیکستان مردم به نمودهای ورزش مردانه مشغول شدن دختران را چندان قبول ندارند. شاهیده میگوید نظر تماشابینان به اشتراک او در مسابقه های گشتنی ملی گوناگون است، هرچند در غلبه‌اش همه کف میکوبند. بعضی‌ها فکر میکنند که این دختر چی و گشتنگیریش چی. ما از جمهوری تاجیکستان بیرون برآمده با دخترها رقابت میکنیم و در گشتنی ملی که در جمهوری تاجیکستان میشود با پسرها. شاهیده اول به سامبو شغل می‌ورزید. او سال 2014 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میان نورسان در سبقت دختران با مدال برنجی مکافاتانیده شده است. بعداً او جودو را انتخاب کرد و در این رشته المپی به نتیجه های بلند نایل گردید. شاهیده را به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان داخل نمودند. او سال 2018 در بازی‌های تابستانه آسیایی در اندونزیا در سبقت زنان در رشته جودو تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. والدین من همه وقت مرا دستگیری میکنند و به مسابقه ها میبرایم. همه وقت به من دعای خیر میکنند، دعای نیک میکنند که از میدان گوشتنگیری ساق و سالم به خانه برگردم. والدینم یگان هیچ وقت زید نشدند به من. انا در این مسابقه شاهیده داور است. دوامی 7 سال به جودو مشغول شدنش او نازکی های این نمودی ورزش را از خود کرده است. عنوان استاد ورزش تاجیکستان را هم دارد. در گشتنی جودو بسیار ایستادن ممکن نیست، فقط حرکت کردن در کار. من بسیارتر گشتنی جودو را استفاده میبرم در گشتنی ملی. شاهیده قلندرова دانشجوی بخش سوم دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان است. او حالا در هیئت دسته منتخب جودوی کشور برای دریافت راهخط به بازی‌های تابستانه المپی سال 2021 در توکیو مبارزه می‌برد. میخوام مثل موضوع چوریوا که در رشته مشت‌زنی در المپیاد جایزه‌دار مدال برنجی شده است. میخوام مثل همان من هم جایزه‌دار بازی‌های المپی شوم.